آل دارم از شاهین معذرت میخوام. اگه من جز کاندید بودم بهم رأی میدادی یا نه؟ راستشو بگو. نه تو رو لازم دارم. بابا این بره ما چیکار کنیم؟ اگه کاندید میشدم بهم رأی میدادی یا نه؟ کی رو تو تلویزیون ببینم؟ اگه تو اصلا تو میدونی تو اصلا مادر حاشیه هاشی تو بری کی اینا رو یه انگوش بزنه نفرات جدید خودو باید واقعا من چیز بگم 2-3 نفر هستن اگه برن ما واقعا اصلا نابود میشیم. نگاه کن اولی علی یکی نگار یکی تناز و ترانه مثلا ترانه ولی آروم شد این عاشق اصلا چیزی نگید. آقا انقدر لمسش نکنین خیلی بدی میلاد غیرتی میشه الان میگیریم چه انداختن برو اونجا بشین جاییم. تناز داره اینا رو میگیره